دلوش دلوش من عاد کن بوده وا منی وجدل دلوش باته ها وجدل مرچی بونگب دلوش صاحب زارم بونگب افغانستان او چون آیا دلوش یک ملکی که یک تبدیلی مرچی بانده چنجینگی بید تبدیلی بید ارمنستانی بوده که بعضی مردمی هم کشک نبود بله درو زانند پکا که ای هر چو ببید چنا پیشی ها شرطر بید مطلب معلوک عام مردم ها شرطر بید او مردم چینچو امیدوارند گل و شادانند بله اصلا گپ ایشن دلوش که ای ود زانند درست زانند که چه ای شرطر بید بله ایشی درو و گندگن دلوش ود هم گوشگن که گوستگین و اهدی زمانگی واهگ و واهشتش هستن کجا پدا دلوش چوشی ملک افغانستانن که یک قومی نه سک باز قومن و باز این دین و مذهبی مردمند و پدا دو درو بیدگن و اصلا دلوش آوانی کارنامه ها صاحب ظاهرین دلوش تو یک مردمی سوگا بننده اگر نه یک مردمی که هک نگن یا مثلا جنجال تو کا کب تک تو زانه مرچی گھنٹای دو گھنٹا مرچی باندا وفات کن چه دنیا مردم ها چین چو تورید یکی مردمه حالا یک شهری نه تو یک ملکی سوگا بننده و نزاند که چی بی چندی میگه شر زاند که بدتر بیت ولی بهتر نبید ای پکانی واجدل چونای ای بگه درامه ای وڑاواد تی خیال چی؟ ها بچه دلوش بگهش تینن معامله ای بوده تو شهری گره آدگه شهرها گره مستری شهرها گره و تو اگر پا گاڑی و ماشین هم تا چان بوده چو زود کابل و نزدیک نرسه ولی کم بعدا شما هنچو صاف ظاهر بگشت تیرد بیا بزیرتی ماره می و تاره اینچو برنامه مکتیم ای دلوش که درامه ایشی مرچی باندا پکاتر بید سانک بید که چون یه دلوش سیاست کلندر گفته دیره ای ملک ملک پیسرا گند و نند کرتگ و تی قرارداد و یدگر و آدگر کتگ چون یا چینا دلوش دیر ترین که نوکیں ملک دنیای کهدایی یا واب گندی وجدل تو گوشه ای چین کهدایی واب پچمه گندی دلوش ضرور نه من یک چیزی علمو بچار چین واری ملکی بیتگ ای 20 سال تو که هرچی بیتگ درو کپی بیتگن ایشانا چوشین زانتی نبیتگ ای درستین دنیا زانگن که دراهین شرکت دولتی خصوصی چه آمریکا یوروپ یدگر آدگر شما بیای من ملکا که ایدان ارزانن و شما را تکس و مالیات و زر نگرم و درو گله چون که پرچی 4 میلیارد شرکت خصوصی هنچین بیتر دولتی
که البته خصوصی بله په سلاحش کته په آمریکای فوجا آودن یک دو سال رند آیود قانون بدل کرد این زان تو تکنولوژی درو کپی کو ایشی درست بدن دلواش یه چیزی که معلمان و ایشین بچار این ملک دیما روگند ایشانی تنها حکومت نه این شرکتانند خصوصی که این تکنولوژی یا نوکی زانت که این 20 سال تو که پیش چی بیتر 20 سال دیما دی دنیا سر چی را کنند این زانت تکنولوژی اود آنا شرکت خصوصی نیست هست حکومت و دولت این شرکتانه که ذاتی خصوصیت شانی دیما داشته نکند منی زانت همشین که چین 20 سال تو که زلیل بی زلیل ولی بریم افغانستان هم دلواش که بونگه هاو یک ملکی که ده کم زمان ترکی تنید دو سیرنده زر لوٹگن چه یوروپ و اتحادیه اروپا و یونین یوروپی که اگر نه من تو بارڈر پچ کنم حرکت بیه تو بگوزی بارین همچین وابی دیسته که چین تبدیلی بیه چون هزار و چند صد هزار مردم که من گپت زر رسی چین وطی پایده من تو یه دیگه وطی پایده چارید آدیگه وطی پایده چارید بله ملکی بزگین که اودا یه 20 سال تو که جنین چوک ونتگ اسکول و یه کار و کار و یه اداره و اداره شیرش موازانه که طالب کن چیر گوشن چیل وٹند و پدا گپشن که اگر هم طالبی سروی که بگوشن که چوموی بکول وازکارا ود سرین و ودگرین مردم و سک بازین خشانی تو که و پدا چه میگه دلبش ود جار جتک و پدا ای کاغدی سرا هم لکتک وشتک و جار هم جتک که هر کسا 16-18 سال جنک لوگا هست بده انتیمی طالبانی که به طالبان جنگی کتک شما اندازه بجنید این مردم چیزان تو اگر یک مردمی را دلواش جیلا و زندان و بند بکنه بنده ولی اگر تو یک چوک را بده یک کماشی 50-70 سالی چیزان که این روح این مردم روح بنده بالکل معلوم نه یہ چیزا نماری هم که روح بند بید جیلا بید صحیح نه پو دلواش منی گپ سک بازتم بله سک دلواش کش بید کلم در گپتک پدا دانلود لوتم ملکا من از سک طوری یعنی میگی می لحظی مردم که یک مشینی ورا یک روبوتی ورا 10-20-40-50-60 گروپ هوره چه ایدم بگیر وراده چه تو شو که مجگا کار بندی که ای که پایده چشی چسته که ایشی دیم ده یکی سیت نوکس پکین ما همشه منطقه حیرانم البته بله همشه نه لحظه که تی مزگا پشار نیاری بود هنچو بینه و مردم بلکه گله هم مکن پرچه که ما مردم سک گو هم دیگر هنچو نزدیکی گو هم دیگر سک دیری سوری سک دراز کشم